به نام جهاندار جان آفرین، به نام جهاندار جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود و سلام همدیاران عزیز و زبان آموزان گرامی. درس چهارم است از سلسله درس های عربی برای نوآموزان. الفبای زبان عربی حرف ت. تمرن، تمرن، تمرن خرما. تینون، تینون، تینون انجیر. تفاح، تفاح، تفاح سیب. تمر جمعش تمور، تمور یعنی خرماها. تین و تینة جمعش تینات یعنی انجیرها. تفاح و تفاحة جمعش تفاحات یعنی سیبها. این بود درس چهارم. تا درس نوبتی، خدا نگهدار.